خب سایت screencast.com سایتیه که اکثر فایل آموزشی و ویدیوهای آموزشی در این سایت. اگه دوست داشتید فایلتون رو در داخل screencast.com بریزید، به این نحو عمل میکنید. خب از دوره کلیک میکنیم، screencast.com رو انتخاب میکنیم. اینجا اطلاعاتی رو نشون میده به ما که خب مشخصا برای این فایل یه چند ثانیه طول میکشه. ایمیل و پسورد میخواد از شما. اگر ایمیل و پسورد رو در سایت screencast.com ساخته باشید الان هم میتونید بسازید، اما اگه نساخته باشید میزنید ساین آپ یا ثبت نام در سایت screencast.com و صفحه باز میشه که اونجا ما میتونیم یوزرنیم پسورد بسازیم، مثل یه ساخت یک ایمیل. حالا اگه تونست بسازید بعد از که ساختید میتونید ایمیل آدرستون رو بعد پسوردتون رو بزنید و در نهایت دکمه نکست رو از منوی کلیک کنید. اگه به خاطر سپاری هم بذارید این کار رو انجام میده برای شما. اسم فایلتون رو میخواد یا اسم نام کاری که انجام دادیده که اینجا مینویسید به طور کامل شفاف. اگه دوست داشتید تو فولدر خاصی بریزه تو فولدر، اگه نخواستید در حالت عادی تو قسمت کمتازی استودیو بریزه. اگه قسمت آپشن رو بزنم میتونم کنترل داشته باشم اتو هایدش کنه یا اینکه سایزشو یا اینکه ادیاشو، یا قسمت آپشن که بتونیم محتویاتشو قابل جستجو بکنیم و مثلا زیرنویسا بیاد برای سایت، کویز اگه داشته باشیم بیاد تو screencast.com. الان اینجا ندارم. یا اگه اجازه بدم که مردم کامنت بذارن زیر ویدیوی من، اینا همه رو میتونید شما اینجا انجام بدید. بعد که اوکی کردید دکمه فینیش رو میزنیم و ویدیو رندر میشه و سپس توی سایت اسکرینکست فرستاده میشه. همینطور اینجا میبینید screencast.com فایل رو فرستاده به همین حالتی که میبینید screencast.com. حالا اسم خاص خودتون و دکمه پلی. اگه اینجا من کلیک کنم متوجه میشید که فایل ما خیلی راحت پخش میشه و کپشن ها و فایل هایی رو که دارم و میتونم ببینم. همونطور که اینجا میبینید خیلی راحت شخصا میتونه اینجا زیرنویس بذاره براش و یا اینکه بتونه فایل رو استاپ کنه، پاز کنه، هر قسمتی که خواست. همینطور که اینجا مشاهده میکنید. بعد اگه من کانتنت رو بزنم، این بغل رو بزنم، میفهمم که قسمت هایی که مارکر شده میتونم اون قسمت مورد نظر ویدیوم رو پلی بکنم. پس هر قسمتی رو که بخواید در قسمت کانتنت که حالت منویه میتونید انتخاب بکنید. خب بیایید ببینیم جستجوش هم کار میکنه یا نه. در قسمت جستجوش هم میتونیم کلمه رو تایپ بکنیم و این رو مشاهده بکنیم. میبینیم که بله، هم در زیرنویسا میتونه جستجو کنه هم در خود فایل. دوبار کلیک کنم روش داخل میتونم وارد سایتش دقیقاً وارد همون قسمت شم. خب وقتی ببندیم هم مشخصه که دیگه آدرس رو به ما میده، آدرسی که ارسال شده فایلمون. یا همچنین میتونید این کد رو کپی بکنید با دکمه کپی و داخل سایتتون قرار بدید. متشکرم، مرسی، خداحافظ.